شما غیر از اینکه 4 تا جوان رو گمراه کرده باشید جناب استاد، چی کار کردید؟ در کارنامه شما دستاورد شما چی بوده در این 20 سال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم که از تاجیکستان و ایران و افغانستان و فارسی زبان هستید، الله سبحانه و تعالی همه شما را حفظ بکند. به هر یک طالب علم و علمای اهل سنت و الجماعت ضرور است، یعنی فرض است و واجب است که حق را دفاع بکند. امر الله هم که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود که فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فصدع، کلمه فصدع یعنی حق را بگو، حق را از باطل جدا بکن، با اهل حق باش. الله سبحانه و تعالی در جای دیگر بر رسول الله گفت، آیت را نازل کرد، وحی را که به امت است، و قولوا قولا سدیدا. ای مسلمان ها، ای مردم، ای مسلمان ها، بگویید سخنی سدید را. سخنی سدید یعنی سخنی حق را، سخنی فرق میگذارد بین حق و بین باطل، سخنی که فرق میگذارد بین اهل حق و بین اهل باطل. سخنی سدید، سخنی که تمییز میکند، جداگی می اندازد بین حق و باطل. و این آیت ها دلالت میکند که حق و باطل هرگز یک جا نیست، اهل حق و باطل هرگز یک جا نیست. در این امت در هر یک دور و زمان علمای حق، طالب علمان حق، موحدین، مسلمانان حق همیشه وجود دارند و این چنین باطل ها هستند که و قلیل من عبادی الشکور. معلوم است باطل ها زیاد است. ولی در آوان اخیر، 1 هفته 2 هفته قبل، یکی از علمای اهل سنت، یکی از مشایخ اهل سنتی که 10 سال است کم است و زیاد همیشه در تعلیم و تربیه امت اسلام، تعلیم و تربیه ملت فارس است، به تاجیک و افغان و ایران، مردم فارس توحید را میرساند، این شیخ عبدالظاهر داعی است که 2 هفته قبل یک سخن در حق محمد صالح پردیل گفتند که اگر محمد صالح پردیل رافضه ها را به قلب و دل جانم دوست می‌دارم و اینو آن گفته باشد، من از این سخنش و از خودش براءت میکنم. آیا همین سخنی عبدالظاهر داعی وقتی که نظر به قرآن و سنت میکنیم خطا هست یا موافق قرآن و سنت است؟ این سخنی عبدالظاهر داعی در انا همین جا موافق قرآن و سنت و فهم سلف این امت است، موافق اجماع اهل سنت و الجماعت است. این منهج اهل سنت است و این سخن عبدالظاهر داعی حفظه الله مخالفی منهج انا همین جهمی های قدیم و جدید زمان است. بله، همه اهل سنت و الجماعت براءت خود را اعلان میکنند از هر کسی که رافضه را برادر گفت، هر کسی که رافضه را به قلب و دل جانم دوست می‌دارم گفت، براءت خود را اعلام میکنیم. کسی نباشد، شیخ است، عالم است، بزرگ است و کوچک است و زن است و مرد است. این منهج اصل دین ما است. براءت میکنی از مشرکین، براءت میکنی از کسانی که مشرکین را مسلمان میگویند و منهج اهل سنت را نابود میکنند. آیا این چنین سخنی در تاریخ امت گذشته است؟ غیر از عبدالظاهر داعی، غیر از ما، آیا این چنین حادثه در تاریخ امت شد؟ بله شد. بیا من به تو جاهل محمد انصاری مشرک قبوری بگویم که به شیخ برآمد از تهمت و بالاخره باز به داعش طعنه زده رفت. کسی که به این جهمی ها مخالفت کرد باز داعش میگه. اعوذ بالله. 1000 بار شیخ هم ما هم میگیم که ما اهل سنت هستیم، آزاد هستیم، به یگان فرقه ربطی نداریم بجز منهج
قرآن و سنت فهم سلفین اومد، مذهب اهل سنت و جماعت، ولی مذهبشون رو فقط با تهمت پیش میبرند، علم ندارند. بیا بگویم ای محمد انصاری، ای خبیسی رافضه معابی در بین رافضه کلان شده، گوش بکن. وقتی که قرامیته ها، دولت رافضه قرامیته افریقا، لیبیا و آیستا آمد، حتی مصر را ضبط کرد، به زیر تصرفش در آورد و غصب کرد. عده بسیار از علما از این منطقه رافضه گرفته هجرت کردند، رفتند به منطقه دیگر، به حجاز و به شام و عراق و غیره، به یمن و، ولیکن عده دیگری از بنام علما و بنام خطیب ها هجرت نکردند، در حالتی که فرصت و شرایطی هجرت داشتند، آزاد بودند، می توانستند که هجرت کنند، هجرت نکردند، به اختیار خودشان در زیر دولت قرامیته رافضه ایستادند و باز امام و خطیب شدند، به منبرها می برآمدند. این امام های اهل سنت یگان عقیده رافضه را قبول نداشتند، به رافضه حتی رد می زدند، ولیکن در همون منبر در روز جمعه و روزهای عید دعا می کردند در حقی انا همون امام رافضه، یا که انا همون خلیفه می گفتند، یا که همون دولتی عبیدی یا دولتی فاطمی قرامیته که بود، به همون پادشاهش دعا می گفتند که الله حفظش کند، این دولت دور و دراز بکند، اینها خوب هستند. انا همچنین وقتی که انا همچنین حادثه شد، در زمان کی بود این حادثه؟ در زمان ابن قدامه المقدسی، در زمان صلاح الدین ایوبی، در زمان خال بچه ابن قدامه المقدسی، در زمان محی الدین المقدسی و در زمان عبدالغنی المقدسی صاحب کتاب عمدة الاحکام، یکی از خویشاوندان ابن قدامه المقدسی، برادر ابن قدامه المقدسی علامه، در زمان آمدی، این علما گفتند که همه بنام انا همین علما، انا همین امام ها، انا همین خطیب هایی که در مسجد ها رافضه ها را دعا میکنند، دعای خیر میدهند، این دولتش را دعای خیر میدهند، این حکومت رافضگی را دعای خیر میدهند و رافضه ها را یعنی به دعاهای خوب رافضه را میکنند، همهشان کفار و مرتدین هستند. حکم برآورد. نظر بکن، تو اگر امروز عبدالظاهر داعی را غلو کرده بگویی، عبدالظاهر داعی را اعوذ بالله طعنه به یگان متشددی و غلوی و این و آن بکنی، ای محمد انصاری رافضی، چوجه های رافضه، از جانب دیگر خوارج تکفیری و خودت که با دعوت به سوی داعش میکردی، تو باید ابن قدامه المقدسی صاحب کتاب مغنی، صاحب کتاب عمدة الاحکام، صاحب کتاب یا که دیگر از علمای زیاد آمدی و انا بالاخره فاتح باز کنندگان، فتح کنندگان این منطقه را که به حکم تکفیر رفته فتح کرده بودند، صلاح الدین ایوبی و دیگرش رو تو باید متشدد، خوارج، من نمیدونم داعشی بگویی. تو جاهلی محمد انصاری، تو تعلیم نگرفتی، تو در نزد علمای اهل سنت ننشستی، تو یک حسودخوری جاهلی بیش نیستی و خیلی هم بی‌ادبانه در حق یک عالم اهل سنت، یک پیرانسالی اهل سنت سخن میکنی و به یک جماعت نسبت میدهی، داعش نسبت میدهی که شاید ضررت همچنین شود که شیخ را برند، محکم کنند، قتل کنند. یعنی تو به همین تهمت میخواهی که شیخ عبدالظاهر داعی را به قتل رسانند، تو میخواهی که یک تهمت کنی که عاقبت شیخ عبدالظاهر داعی را به قتل رسانند. از الله بترس، توبه کن، از عقیده دفاعی رافضه بازگرد، توبه کن، به عقیده قرآن و سنت فهم سلف بازگرد. این واقعه که حکمی براعت کردن از همون امام هایی که خود را اهل سنت میگفتند و رافضه را دعا میکردند و دوست میداشتند، این حادثه شده بود در تاریخ این امت. علما حکم ریده مانده و براعت کرده بودند و این امروز هم اگر به وجودیت میکند. عبدالظاهر داعی، ما میگوییم تا جایی که ما میدونیم ولا نزکی علی الله احد، یکی از
علمای آزاد است، به یگان جماعت ربط ندارد و به قدر استطاعت با این همه مشقت و وزنینی دارد به دین الله دعوت میکند. حق را گفت و باز دعا میکنیم که علمای حقگو، طالب علمان حقگو زیاد شوند، الله حفظشان بکند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين. سلام استاد. سلام